نرگس رحیمی، یک شهروند تاجیکستان در شویتسیا به منظور کمک به سلامتی کودکان جهان سازمان غیر دولتی را با نام شفا تأسیس داده است. این خانم 30 ساله تاجیک سال 2008 از سوی دانشگاه کارولینسکا به کار دعوت شده است. او در صحبت با پایگاه خبری The Local گفته است همراه به برادرش که قبل از او به شویتسیا رفته است دست به کار شدند. تشکیلات خانم رحیمی فعلا در اوگاندا و افغانستان فعالیت می‌کند، اما او نیت دارد که کارش را در دیگر کشورها نیز توسعه دهد. نرگس رحیمی نظام تولد را در شویتسیا و تاجیکستان مقایسه کرده گفته است: فرزندی اولم در تاجیکستان و دومی در شویتسیا تولد شد که یک تجربه متفاوت بود. من در تاجیکستان برای پیدا کردن جواب به سوالهای خود بسیار می‌خواندم و از مادرم هم می‌پرسیدم. در شویتسیا پزشک من برایم کتاب داد که تمام معلومات را می‌توان از آنجا پیدا کرد. در تاجیکستان همچون شخص عادی نمی‌دانی که چگونه باید به این قضیه برخورد کنی، اما وقتی که به شویتسیا آمدم بسیار چیزها را دیدم که می‌توان در تاجیکستان بهبود بخشید. در وطن ما به تو میگویند اگر بیمار شدی تنها باید به خود و عائله تکیه کنی، اما اینجا در شویتسیا به نظام تندرستی باور می‌کنی. شفافیت چیزی من از شویتسیا گرفتم. در تاجیکستان فساد را در همه جا می‌بینی، در مکتب، در جای کار و در ساحه تندرستی نیز. این چیز زندگیت را زیر خطر می‌اندازد و نفرت کس را می‌آورد.